ҳурмат Бойматова ҳафтаи як маротиба ба сохтмони канори Москав меояд. طبق نقشه تا تابستان باید در اینجا خانه کلان بنیاد شود. در آن می توانند جوان زنان قرغیز زندگی کنند که با کودکانشان در کوچه مانده‌اند. با من هر روز از 6 تا 7 دختر مراجعت میکنند که از سوی همزیستانشان پرتافته شدند. حالا ما مرکزی بحرانی میسازیم تا که آنها جای زیست موقت داشته باشند و ما سندهای آنها را آماده کرده به وطن بازپس فرستیم. اگر آنها یک جای باشند میتوانند به همدیگر کمک کنند. حرمت بایمتова حالا بعضی از این جوانزنان را در خانه دو حجره‌ایش نگاه می‌دارد، اما تعداد آنهایی که هر روز به دفتر کاری این فعال زن می‌آیند کم نیست. قصه همه آنها معمولی است: خوشدار، همزیست و کودک. با شنیدن خبر حامله‌داری پدران آینده در حال ناپدید می‌شوند. هیچ یک از دختران پرتافته شده عقد نکاحی رسمی ندارند. آنها با جوانان قرغیز خودمان نکاح کرده زندگی می‌کردند، اما تعجب آور این است که آنها این دختران را در ماه‌های ششم و هفتم حامله‌داری می‌پرتایند. پدر و مادر بیشتری آنها در این باره خبر ندارند. وقتی آگاه شوند هم اجازه به خود آوردن طفل را نمی‌دهند. ترس از شرمساری و یا از دست دادن کار بعضی از این دختران حامله‌دار را وادار می‌نماید که با وجود خطرزا بودن در زمان آخر بارداری صدق جنین کنند. آنجا عموما هیچ چیز نداشت. در فرش یک کرپه کهنه پرتافته شده بود. خانه بوی غلیظ می‌کرد. سوزندارویی که باید برای زنان حامله طریق آن دارو چکانده میشد در دیوار با میخ محکم بود. وقتی ما به خانه در آمدیم دارو را از تریزه به بیرون هوا داد. برای آنکه فعالان دیاسپورا عمل جنایی این همشیره را در پلیس اثبات کنند از حیله کار گرفتند. نخست زنی حامله‌دار را پیدا کردند که باید تولد میکرد. در کوچه این همشیره با زنی حامله داروی اسقاط را فروخت و بعداً راضی شد که در خانه سقط جنین کند. به قول خانم بایمتova در آن خانه یگان تجهیزات عادی طبی موجود نبود. به نقل بایمتova وقتی در شعبه پلیس نمایندگان دیاسپورا فهمیدند که این همشیره کودک خردسال دارد، عریضه خود را پس گرفتند. زن وعده داد که از کارش دست میکشد، اما بعداً معلوم شد که او به فعالیتش ادامه میدهد. در یک منطقه دیگر در ایستگاه مترو او حجره گینکولوژی را به اجاره گرفته است و حتی یاردمچی را هم پیدا نموده است که زنان حامله‌دار دو دیله را برای صدق جنین راضی می‌کناند. حساب کردن شماره جوانزنان قرغیز و همین طور دیگر مهاجران آسیای مرکزی که به صدق غیر مجاز جنین در مسکو رو می‌آورند غیر امکان است. حتی آمار آنهایی که رسما اسقاط حمله می‌کنند وجود ندارد. زیرا در مسکو ده‌ها درمانگاه گینکولوژی فعالیت می‌کند که محض به مهاجر زنان نگرانیده شده است.